در mündliche Prüfung یا همون آزمون شفاهی زبان آلمانی اسپریشن چه سوالاتی ممکن از ما پرسیده بشه و چه جملاتی رو میتونیم حفظ کنیم تا اونجا روانتر و بدون استرس صحبت کنیم و در کل چند تا بخش می داشته باشه و چگونه پیش میره. اینا نمونه سوالاتی بودن که دوستان در لایف و در دایرکت از من زیاد پرسیدن. منم درسشو برای شما آماده کردم. اگر ویدیو رو تا آخر دنبال کردی هموطن دوست عزیز، میتونی 50 تا 60% استرست رو از بین ببری. خب معمولا آزمون شفاهی یا همون اسپریشن به 3 بخش تقسیم می شود. تایل 1 sich vorstellen معرفی کردن خود. تایل 2 über ein Thema sprechen صحبت کردن درباره یک موضوع. تایل 3 gemeinsam etwas planen برنامه ریزی مشترک. این تایل 3 ما در کانال داریم، در لایف هم تمرین کردیم. تایل 1 sich vorstellen معرفی کردن خود، مدت زمان حدوداً 2 دقیقه. شما باید خود را معرفی کنید. مثلا این سوالات ممکنه شما پرسیده بشه یا در کل بگین خودتون را معرفی کنید، شما تا آخر ادامه بدین به تنهایی. اسم شما چیست؟ Wie heißt du? woher kommst du؟ از کجا آمدی؟ اهل کجایی؟ Was machst du beruflich؟ شغلت چی است؟ Was sind deine Hobbys؟ سرگرمی های تو چیست؟ اینا رو معمولا میتونی تشریح کنی. یک مثال کوتاه من آوردم. Ich heiße Sarah, ich komme aus Afghanistan, ich bin Lehrerin vom Beruf. In meiner Freizeit lese ich gern Bücher und höre Musik. میتونین فامیلی یا خانوادهتان رو هم روش اضافه کنین، کمی تشریحات بدین چند نفر هستین و کجاها زندگی میکنن. Teil 2 über ein Thema sprechen. بخش دوم در صحبت در باره یک موضوع است. مدت زمان 2 الی 3 دقیقه است. شما باید در مورد یک موضوع ساده صحبت کنید. موضوع معمولا از زندگی روزمره هست. مثلا mein Lieblingsessen، غذای مورد علاقه من. mein Tagesablauf، برنامه ریزی های روزمره من. mein Familie، خانواده. mein Lieblingsbuch یا فیلم، خب کتاب مورد علاقه یا فیلم مورد علاقه من. نکته: 3 تا 5 تا جمله کوتاه ولی واضح و درست بگوید. کوشش نکنید خودتون رو اذیت کنید. Teil 3 gemeinsam etwas planen، برنامه ریزی مشترک. این بخش کمی مدت زمانش بیشتر است و کمی مشکل تر هم هست. 5 تا 7 دقیقه شما و شریکتون پارتنرتون با هم چیزی برنامه ریزی کنید. مثلا یک سفر میتونه باشه، eine Reise، ein Geschenk، یک تحفه یا هدیه. این فست، یک جشن میتونه باشه. این Ausflug، گردش. این دیگه شانسی اونجا میان بالا یک موضوع برای شما. ساختار کلی صحبت برای gemeinsam etwas planen. در این بخش باید Frage stellen. با این Frage stellen شروع میشه معمولا بخش سوم. پیشنهاد دادن، Vorschläge machen، zustimmen oder ablehnen، موافقت یا مخالفت. etwas entscheiden، در آخر باید حتما تصمیم گیری بشه تا این بخش تمام بشه. خب مثال ما این را در کانال ویدیویش داریم. Hochzeit Feier لایپزیگ، موضوع جشن عروسی در لایپزیگ بود که منم از یکی از مدل تست ها گرفته بودم، در لایف تمرین کردیم و ویدیوش هم در کانال پست کردم. میتونین برین ببینین، حتما براتون مفید هست. خب برای شروع میتونین از این جملات استفاده کنین در بخش سوم. Wir sind am Wochenende zur Hochzeit eingeladen. میتونین بر Geburtstag هم بگین zum Geburtstag eingeladen. Möchtest du mitkommen؟ برنامه ریزی باید بکنین برای پلان. Wie fahren wir dorthin؟ خب چگونه میتونیم اون طرف بریم؟ مثلا mit dem Auto oder Zug، با موتر یا ترین. Was wollen wir schenken؟ خب معمولا برای عروسی یا Geburtstag یا پارتی باید یک تحفه یا هدیه هم بخرین. خب اینا هم باید تشریح شود. ein Uhr، Blumen، Gutschein. حالا اینا مثال میتونه باشه. Was ziehen wir an؟ خب چی میتونیم بپوشیم، چی میخوایم بپوشیم، کلید، انسوب یا هر چیزی که شما خواستین اونجا تشریح کنین. wann und wo treffen wir؟ کی و کجا همدیگه رو میتونیم ببینیم. Samstag um 10 Uhr am Bahnhof. مثال روز شنبه ساعتی 10 در کنار بانهوف ترین استیشن. نکات مهم برای موفقیت: با شریک خود ارتباط خوب برقرار کنید، بگذارید با هم صحبت کنید، حرفش رو منظور قطع نکنید، از عبارات ساده و رایج استفاده کنید، زیاد تلاش نکنید جملات بهتر به کار ببرید، چون ممکنه برای خودتون شرایط سخت کنین و بیشتر نمراتتون رو از دست بدین.
پرسیدن سوال معمولا جملات مفید عباراتی کاربردی میتونید از اینا برای مثال استفاده کنین. جملات آماده was denkst du برای پرسیدن سوال hast du eine Idee wann wollen wir uns treffen پیشنهاد دادن Vorschläge machen ich habe eine Idee wir könnten vielleicht wie findest du das برای موافقت یا همون zustimmen gute Idee میتونید از این جملات استفاده کنین das finde ich super einverstanden یا برای مخالفت همون ablehnen das ist nicht so gut ich habe eine andere Idee ich denke anders برای تصمیم گرفتن در آخر باید حتما تصمیم گیری بشه در بخش سوم also wir machen das so dann treffen wir uns am Samstag zum Beispiel am Bahnhof okay wir fahren mit dem Auto mit dem Zug und so weiter نکات پایانی ساده حرف بزن هموطن دوست عزیز اشتباه کردی مهم نیست جملات رو دوباره تکرار کن بگو ولی کوشش نکن از جملات سنگین استفاده کنی چون ممکنه کار رو برای خود سخت کنی با شریکت همکاری کن اجازه بده اون هم حرف بزنه این منظور حرفش رو قطع نکن اگه یک وقتی میبینی خب حرف در ذهنش هست ولی در زبانش نمیاد میتونی کمکش کنی خب بذارن در کل اونم آرام و روان حرف بزنه اگه کلمه ای رو نمیدانی با کلمات دیگه توضیح بده بعض وقتا اصلا همچنان در ذهن خود شما چیزی نمیاد خب کوشش نکن حتما همون رو پیدا کنید در ذهنت چون وقت تلف میشه میتونی با یک جمله دیگه کلمه دیگه تشریح کنی با اعتماد به نفس حرف بزن تمرین کن یعنی من نباید بکن آدم قاطع و ساده تر حرف بزنه بهتره موفق باشه دوست عزیز موفقیت شما آرزوی ماست